در اینجا حالت مردم ما چی میشود؟ مردم ما در بیرون بودگیش حالشون هم میدونین، الکی ما صحبت داریم با چند هموطنا، الکی حالشون بد هست، مبلغ ندارن الکی و اون تعدادی کم هم نیست. این تعدادی زیاد نفرهایی هستن که شب و روز زحمت میکشیدن، مهنت میکردن، با تمامی پسترین کار راضی میشیدن، از بحر آب و روی خود میگذشتن، پسترین کار انجام میدادن تا که لقمه نان روان کنن برای عزیزاشون. اینها در حالتی نتونستن این کار، علاقه تعداد زیاد نفرها بیکار هستن، هم در اون داخل مشکل می شود و هم در این بیرون. در اینجا چی باید کرد؟ در اینجا درست است که اگر که نفرهایی که امکانیت دارن در همون کشورهای بیرونی که هستن کوشش کنن که وطن نرین، اگر که امکانیت زندگی داشته باشین در اونجا، چون وطن حال بدتر می شود. اگر در حالتی که وضعیتون خیلی بد شد امروز کسی را گوش نکنین، آرام نباشین. این چیزا من براتون میگم، باز تکرار میکنم، سه چهار تا چاپلوس کتایی را که روان میکنن طرفتون که آرام باشین، دولت در فکر شما است، حکومت هست، همه کارها را میانجام، پسلت چون کنین دور گم شوند. اون نفرهایی که میان نزد شما اونها خودشون خوبن، آرامن، تمام چیزا دارن برای زندگی آینده شونن، اونها را گوش نکنین. هر جایی که هستین شما امکانیت دارین، تلفنتون را کار بفرمونین، نوار کنین، جمع شین در یک جایی که خب اگر یک نفر دو نفر کفایت نمیشه صداتون، در یک کارخانه نمیدونم، در یک خوابگاه، در یک جای گپ زنین. اگر که شما را وطن برده نمیتونن بیاین شرایط شما را در همین خارجه مهیا کنن. در سر قانون تجاوز شده شون نوشتگی است که همه شرایط شما، حقوق شما همش نگاه کرده می شود. شما اگر در خارج کشور هم باشید، در باب 2 ماده 16 در آنجا نوشته شده است. شما دوام 30 سال زحمت کشیدین، رنج کشیدین، در پسترین شرایط قرار داشتین، عرق جمعی ریزوندین، مبلغ روان کردین. اینها عیش اشرت کردن، تجاوز کردن، غارت کردن، فروختن پارچه زمینی ما را، راحت کردن. امروز زمانی هست که شما راحت کنین. باید امروز زمانی هست که شما باید از گلوشان بگیرین. امروز طلب کنین که در همین حالت من قرار دارم، در حالتی فوق‌العاده باید اعلام کرده بشه و بیا مرا تأمین بکن. ما و شما این چیزا میتونیم. اگر کدام شک داره میبینه. ساعتی آمده است که اون مبلغ هایی که دزدی کردن در بانک ها دارن، اونها را باید برگردونن، شما را تأمین بکنن. ماهانه باید برای مردمی که کار نمیکنن ماهانه باید مبلغ بگیرن، ماهانه مردم مبلغ تقسیم کنن. میرسه شما در 30 سال اینقدر دزدی کردگی هستید. در اگرادای خانه‌تون ما اینفرماسیا داریم، در گراژ که در گراژ پولش جا کردگی است، که در کجا مقصد نمیتونین در بانک ها مونده پولتون در کجا است. ما بعضا اینفرماسیا را داریم، ببرین و مردم تامین کنین. این چیزا شوخی نفهمین. کدامید که در کدام پلاژنی وزمین میغلطید، دیگر جای کار نداری، خراب نیست، حتما تماس بگیرید. به کسی اعتماد دارین میتونین با ما تماس بگیرین. اگر با ما اعتماد ندارین، امروز در روسیه هم بسیار است نفرهایی که کمک میکنن مهاجران را، با اونها تماس بگیرین، با حزب حرکت ها تماس بگیرین، با دپوتات هایی که گویا شما آوازشون داده این، اونها را مجبور بسازین که از منطقاتونن، اونها را مجبور بسازین که به نزد شما بیاین. بر روزنامه نگارا، بر چند روزنامه نگارا امروز هست، رسانه ها هست، تماس بگیرین، فریاد بزنین تا اون زمانی که شما داد نزنین، مجبور نسازین، کسی در فکر شما نیست. چون رژیم امروزه عادت کرده است، میداند که چی است، چگونه هست. وقتی مردم داد میگن، 3-4 نفری که شما را ظلم میکرد، این چیز مشاهده شد در خود همه روسیه، نفرهایی که مهاجران را ظلم میکنن، ظلم کردن و قتل کشتار هم بود، امروز آمدن 2 تا سموسه شون دادن شدن گروی. چنین نفرها هم بود. نه، این خیلی نمیشه. مردم نباید این خیلی فریب کرد. میان در گوشتار میخونن آرام بشه، آرام نباشه، آرام نباشه. 1 روز، 2 روز، 10 روز، نمیدونم، شاید مکسیموم 1 ماه شما میتونین که یک چیز داشته باشید.
بگذار 2 میلیون مهاجر، 1 میلیون شما میگیم که در درجه عالی زندگی میکنن یک طرف، 1 میلیون دیگر اینها را کی نگاه میکنه؟ اینها وظیفه این مردم نیست که هر روز، مردم برای شما را یک گاوی فرما نیست که هر روز بجوشینش. این مرد پول پرتوین، این مرد سون پرتوین، این پاشک است، این را خانهش اساس کردن در کار. اگر ما بدانیم که در یک ماه 1 تا 2 تا حداقل 10 نفر هموطن ما در چنین شرایط قرار میگیره، این مشکلی نیست. ما بدانیم لیکن همه روزه صدها نفر در چنین حالت ها عرض میکنن و این درست نیست که مردم هر روز باید که کار شما را انجام بده. شما قصر بسازین، قیمت ترین ماشین، آب، همه چیز برند اختراعی مردم در پیشتون بمونین، مدعویتون بخونن، شعرتون بخونن، دیگر هر چی میخواید. نترسین، اینو شما زیاد هستین، نترسین، زیاد هستین. صدا بلند کنین، ما را دعوت کنین، ما نمایندمون را روان میکنین، صدای شما را به جایهای لازم میرسونین. به ما اعتماد ندارین، به دیگر ها بروین، به ژورنالیست ها، رسانه ها، دیگر حزب ها زیاد هستن، با بروین، فقط خاموش نباشین. اگر شما را به وطن برگردوندن نمیتونن و چیز دیگره، هر وقتی گردوندن باید که بدون مبلغ شما را برگردونن. در چنین حالت ها شما پول نمیتین، بدون مبلغ شما را باید که برگردونن. رحمان و سفرهای داخلیش را بس کنه، مصرف های بیهوده‌اش را بس کنه، احمقی را بس کنه و دنبال این کارها باید باشه. او در اون حالت دنبال این کارها میشود که شما طلب میکنین. باور کنین وقتی شما صدا بلند میکنین، اینها در لرزه میدروین. شما از شما واقعا چقدر میترسن. اینها نه از یگان سازمان های تروریستی و اکستریمیستی ترس دارن، چون که در دنیا اعتراف شده، نه از یگان آفت طبیعی و نه از یگان همسایه و از کسی نه. اینها ترس دارن از مردم، از قیام مردم و اینها از شما خیلی و خیلی میترسن. اینا استفاده برین. من نمیگم عین حال ساعت انقلاب است یا ساعت ایواز کردن چیز است، نه. حاضر ما در یک مرحله قرار داریم که باید اپیدمی را پشت سر کنیم. این چیزی مهمتری است. تمام برنامه و تمام خب هر موضوع و هر چیزی که است زیر این تیره شده که است، زیر این اثر این اپیدمی. به همین خاطر چیزی که ما اساس ما را امروز نگران کردگی است، چیزی که ما میخواهیم برطرفش کنیم، نمیگم که در زندگی شاهانه باشیم، نه، این وضعیت واقعا وضع هستیم شب روز. ما از چیزی که زیاد نگرانی کردگی است این حالتی مردم است، هم داخل بده هم بیرون بده، خصوصا در کشورهای سابق شوروی. فراموش نکنید وقتی که به سرتون چنین اومد، حالتون بد شد، حتما تماس بگیرید. امروز برای تماس گرفتن مشکل نیست، رقم های گروه هست، میتونید حتی در زیر هر نواره کامنت بنویسین، پیدا کنید نفر را اعتماد دارید، در اونجا فکر نظرتون بگین. جایهای هست ما میدونیم که در خوابگاه ها، در کارخانه ها هستن، امروز نفرها زیاد الکی بیکار موندستن. چنین است وقتی جای خواب ندارین، امروز کار به این نمیشه و بیا بچه ها اینجا پول جمع کنیم 10 نفره، نه، حکومت به پر بیا اینجا، سفارت داری، کنسولگرایی داری، اینجا بیا برای اون یک مهمان خانه را بگی برای 200 300 500 هزار نفره بر جاک و از خوراک تامینش کن. اگر که نمیخوای وطن برون، اگر که به وطن بردی در اونجا ماهانه به تش مبلغ. هیچ گپ نه مردم یک کمتر مفت زندگی کنن. شما که قسال مفت زندگی کردین، دزد دیدین، غارت کردین، بانکاتون پر کردین، دیگر تو هم مجبور نمیدونین پول هاتون کجا بمونین. خب امروز وقتی رسیده است که مردم مفت زندگی کنن. این چیزا ما و شما مردم میتونیم اینا استفاده بریم. نشوه که گرسنه موندین کوچه ببروین کجای را غارت کنین یا خانه کسی را غارت بکنین. از این کارا خودداری کنین. مبلغ شما، چیزی که باید امروز شما پس انداز می‌داشتین برای زندگیتون در کارت‌های بانکیتون است یا که در خانه‌تون در انبار است یا جایی که اوضاع قواری می‌داشتین، این یا همش در خانه و در بانک‌های اینا است. امروز طلب شو کنید. طلب کنید.